السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام محمد رسول زاده هستم از شهر خوجند جمهوری تاجیکستان و 2 سالی که در کشور روسیه هستم و خیلی همین شبکه را دوست می‌دارم. خصوصا از همه دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق تشکر میکنم، خصوصا از جناب شیخ مولانا مجیب الرحمن انصاری و جناب شیخ مولانا محمد انصاری که من خیلی ایشان را دوست می‌دارم و همه استاد سلیمانی و استاد عبدالقدوس دهقان و دیگر دستاندرکاران شبکه را من خیلی هم دوست می‌دارم و عاشق این شبکه هستم و خیلی هم تشکری خود را از این شبکه از اینها میکنم و از خدا میخوام که همیشه سربلند دنیا و آخرت باشید. آن برنامه های شما را که خیلی دوست می‌داریم، برنامه‌ای که در مورد تاجیکستان بگذاشته شده منبر وصال، آن برنامه رو من خیلی هم دوست می‌دارم و خیلی خوشحالم که چنین برادران عزیز من در آن کشور در مورد کشور عزیز ما تاجیکستان صحبت می‌کنند و صدای حقیقت را و صدای دردهای و آرزوهای ما تاجیکان را در آنجا الحمدلله که برای جهانیان میرسانند و خیلی هم تشکر میکنم از شما. خیلی هم ممنونم. این برنامه را خیلی دوست می‌دارم. ما همیشه با شما هستیم و هر چقدر دشمنان برای این شبکه اقدام نمایند هم به هر حال چیزی کردن نمیتوانند، که ما خدا داریم. این وصال حق هست، این وصال حق، این نور روشنایی بر سمت حقیقت است. این شبکه بهترین شبکه است که حقیقت را دارد نشان میدهد. بسیاری دشمنان اسلام، دشمنان قرآن صبر نمیکنند، برای همان بسیار با این شبکه بخیرگری میکنند ولی چیزی کردن نمیتوانند. زنده باد شبکه وصال حق. ما همیشه با شبکه وصال حق هستیم. ما الحمدلله که در این کشور روسیه زندگی میکنیم و این شبکه رو از طریق اینترنت ها و از طریق یوتیوب نگاه میکنیم برنامه های را و خیلی هم خوشحال میشویم. ما خیلی هم دوست میداریم و جناب محمد انصاری را و به ایشان افتخار میکنیم که چنین برادری داریم الحمدلله، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. ایشان برادر ما هستند. ما و همین کار دستاندرکاران شبکه را دوست می‌داریم و عرض تشکر خود را نیز از این شبکه بهترین میکنم که چند سالی که در تاجیکستان این همه مشکلات ها بود و هیچ کسی از آن دستگیری نمیکرد و خیلی خدا را سپاس میگم، تشکر میگم که این شبکه وصال حق، این شبکه نورانی حقیقت‌های تاجیکستان را دارد نشان می‌دهد و چهره آن بی‌ناموسان و بی‌غیرتانی که بر علیه تاجیکستان کار کردند، چهره آنها را به حقیقت نشان می‌دهد که آنها چه کارهای احمقانه کردند و چه کارهای احمقانه بی‌ناموسان را در این شبکه پخش نشان می‌دهد. چهره آنها رسوا می‌گردد، به خاطر همان دشمنان نمی‌توانند این شبکه را نگاه بکنند و خیلی هم تشکر می‌کنم از برنامه شما و دوست می‌دارم برنامه‌های شما را. من همیشه با شما هستم. ما همیشه با شما هستیم. جوانان تاجیکستانی همین شبکه را دوست می‌دارند. بعضی از جوانان از من خواهش کردند که سلام ما را به این شبکه برسانید و بسیاری از جوانان تاجیکستانی از من همیشه خواهش می‌کنند که سلام ما را به این شبکه برسانید و اینکه صدای من دارد پخش می‌شود. بگذار همه ببینند من محمد رسول زاده هستم، از شهر خوجند، از تاجیکستان هستم. من غیر خدا از کسی ترسی ندارم و الان آماده ام که خدا فدای دین الله بکنم. بگذار همه بشنوند، همین مردم تاجیکستان بدانند که ما همیشه طرفدار اسلام هستیم. زنده باد اسلام، زنده باد اسلام. ما عاشق این شبکه هستیم. ما تمامی دستاندرکاران این شبکه را دوست می‌داریم که حقیقت را دارن نشان میدن، از ملت مظلوم ما دارن دفاع میکنن. خیلی هم تشکر میکنم از شبکه که چون که استاد بزرگواری ما که خیلی هم یکی از علماهای خوبی از تاجیکستان بود که ایشان در کشور خارجی در جمهوری اسلامی پاکستان آمده بودن که امروز ایشان برای آن حقیقت رو داشتن میگفتن که ایشان را بردن زندانی کردن و خیلی هم بر ما سخت رسید که استاد ما را نیز در تاجیکستان زندانی کردن. این خیلی به ما سخت رسید. اکثر علماهایی که حقیقت رو داشتن میگفتن الان در پشت پنجره نشستن. آن علماهای صفتی که خود را به دولت فروختن، آنها دارن صحبت میکنن که سخن الله را رد کردن، به طرف دشمن ها رفتن. خدا آنها را هدایت بکنن، اگر قابل هدایت نباشند محو و نابود بگردن و لعنت نمیکنم کسی را. لعنت چون که ما توهین نمی‌کنیم، البته که ما اهل سنتیم و جماعتیم، ما مثل آنها نیستیم. ما از خدا می‌خوایم که آنها را هدایت بکنن. آن ملاهایی که مثلا امروز دولت را فروختن، با دشمن دست به یک شدن، ولی ان شاء الله روزی بشود که تاجیکستان عزیز، ان شاء الله روزی بشود که تاجیکستان عزیز یک کشور اسلامی و کشور خوب بگردد، آن ملاها آن روز رسوا می‌گردند و این کسانی که الان در کشور کار می‌کنن برای علیه اسلام دارن عمل می‌کنن، این ابدی نیست. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتن دو روند باز آیند روند و باز آیند رویم. البته این یک عمری نیست، البته این دنیا تمام میشود. تشکر میکنم از استاد جناب
جناب محمد انصاری استاد بزرگوار، از استاد سلیمانی و استاد عبدالقدوس دیغان و از همه از استاد مولانا مجیب الرحمن انصاری و از همه کسانی که در این شبکه دارن کار میکنن و صدای حقیقت را و صدای برحق را در این شبکه دارن پخش میکنن، خیلی هم تشکر میکنم. بگذار که این صدای من در شبکه پخش بشه، بگذار همه ببینن من از کسی نمیترسم، من از الله، من یک جای ترسم، اون هم الله هست و این شبکه را دوست میدارم و خیلی هم تشکر میکنم که توانسته با شبکه تماس بگیرم و خیلی هم از شما خواهش میکنم که صدای من را بگذار همه ببینن، من جز الله از کسی نمیترسم، من طرفدار این شبکه، جان فدای این شبکه و تشکر میکنم. چند سالی میشد که از سال 2012 یا پیشتر، از سال 2008 بود که من از شبکه وصال فارسی استاد محمد انصاری رو فکر کنم میدیدم. بعد الحمدلله که سال 2012 که این شبکه 2013 که این شبکه باز شده بود، این شبکه رو داشتم دنبال میکردم و هیچ وقت نمیتوانستم به این شبکه زنگ بزنم. همین امسال الحمدلله شکر خدا توانستم که به این شبکه زنگ بزنم. این 2 سالی که در کشور روسیه هستم، در مهاجری هستم که در اینجا مسافرم، ولی که الحمدلله شکر الله که با شماها الحمدلله دارم صحبت میکنم و صدای خود را از این شبکه بهترین پخش میکنم. بار دیگر من اسم نسب خود را میگم، من از الله میترسم، من محمد رسول زاده جوان 19 ساله هستم و از شهر خوجند میباشم و این صدای حقیقتم رو و این ندایم رو در اینجا میگم که ای برادران تاجیکی، ای خواهران تاجیکی، دیگر بیدار شوید، دیگر فریب آن دشمنان دینی را مخورید، دیگر آن فریب دشمنان را مخورید. آنها را گوش میکنید، به این شبکه وصال حق، با این شبکه عزیز نگاه بکنید، حقیقت را دارد میگوید، حقیقت را دارد پخش میدهد، در این شبکه حقیقت دارد پیش میرود و این شبکه بهترین نه فقط شبکه وصال حق، یک نور است، نور روشنایی به سمت حقیقت است و خیلی هم دل آرمان های من زیاد است، خیلی هم که بسیار است که در اینجا نمیتونم همه‌اش رو بگم، ولی خیلی ممنون که این همه الحمدلله صدای مظلومیت ما در اینجا پخش میشود، ولی که در حق آن علماهایی که دینی که در آنجا داشتن صحبت میکردن، در مسجدها داشتن برآمد میکردن، ولی آنها امروز پشت پنجره هستند و صدای خود را به ایشان نیست، به همیان خائنان و ظالمان میرسانم که این ملک دنیا ابدی نیست، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شبی دیگر نمیسوزد. حتما این دنیا ابدی نیست، حتما شما به جدای اعمالتان میرسید. کشور عزیز ما تاجیکستان بار دیگر کشور اسلامی خواهد شد، ولی ما هم یه روز میشود که ان شاء الله به وطنمان برمیگردیم، کشورمان از شر شما دشمنان پاک خواهد شد، چون که کمونیست ها دشمنان اسلام 70 سال در کشور ما تاجیکستان حمله کردن، نتوانستند دین ما را از بین ببرند، شماها هم نمیتوانید دشمن ها. بار دیگر تشکر میکنم و در آخر بار دیگر تشکری خود را از بار دیگر تشکر، چون که من هر چقدر تشکر بکنم هم کم است، از جناب استاد محمد انصاری، از جناب استاد سلیمانی و جناب استاد و جناب استاد مجیب الرحمن انصاری و استاد مولانا عبدالقدوس دیغان و از دیگر دستاردارکاران شبکه جهانی وصال حق تشکر میکنم و خیلی هم ممنون. سربلند دنیا و آخرت باشید. من خیلی هم ممنون، تشکر میکنم. خداحافظ. خداحافظ. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. به قول تاجیکای عزیز، رحمت.